سازمت وطن، اگر چی با خشت جان خیش ستون و سقفی تو میزنم، اگر چی با استخوانی خیش، اگر چی 100 سالم مردم بگوری خود خواهم ایستاد، کی بردرم قلب یهر من بناره آنچنانی خیش، دوباره می سازم از وطن، اگر چی با خشت جان خیش، دوباره می بخشمت توان، اگر چی بیش از توان خیش، دوباره می سازم از وطن، اگر چی با خشت جان خیش، دوباره می بخشمت توان، اگر چی بیش از توان خیش، اگر چی بیش از توان خیش، اگر چی بیش از توان خیش. درود. امروز تنتنه آزادی داریم. در کشور ما بزرگترین جشن تجلیل کرده می شود. جشنی که برای ما آزادی مطلق بخشید و برایمان اجازه داد که سرنوشت خویش را با دست خود بنویسیم. و هر صفحه کتاب استقلال ما مملو از صداقت و محبت و دوستداری است. ما سرنوشت کشور خود را با خط زرین از عشق گفتیم و امروز در این برنامه پارچه از این داستان را برایتان خواهیم گفت. استقلال ما از راه وحدت آمده، از راه وحدت آمده، ایدو نده در ملک ما اید آمده، شکرانه گو ملت و توحید آمده. این آبادی ها، این تنتنه، این شادی ها، سرو مبارک بادی ها از راه وحدت آمده، از راه وحدت آمده، ایدو نده در ملک ما اید آمده، شکرانه گو ملت و توحید آمده. شکرانه گو ملت و توحید آمده. ای تاجیکستان ای وطن، بشکفته مثل چمن، بشکفته مثل چمن.
بله به ملک ما امروز عید آمده است. عیدانه ما باشد. انا همین برنامه پر از محبت و دوستداری و صمیمیت می باشد که سرشار از شعر و سرود و ترانه است و هر جایی که شعر است ترانه است حتما که سخن است. برای صحبت آراستن باشد در نخست ما دعوت نمودیم سرمحرر مجله صدای شرق شاعری خلقی استاد گرامی قدر رستمی وهابزاده را خوش آمدید. جشن مبارک. تشکر. سلامت باشید. برای همه هموطنان مبارک باشد. تشکر. و خیلی میدانیم مجله صدای شرق یکی از با نفوذترین ماهنامه هایی است که بسیار تاریخی است. یعنی هنوز از سال 1927 این جانب با نام های گوناگون از ماه می سال 1964 باشد با نام صدای شرق نشر می گردد و البته در تبلیغ و تصویر ادبیات نوین آثار نوین تاجیکستان مهم بود و تا حال مهم است. و در دوران استقلالیت باشد چه تحولاتی وارد شد به این مجله با نفوذ؟ بله، مجله صدای شرق را اگر ما بتوانیم به صورت یک نوار تصور کنیم یا بیاریم، این نوار فیلمی بسیار سریالی تاریخی زنده ما می شود. یعنی سالنامه نوشته تاریخ ملی ما رو فرا می گیرد که با تمام فراز و فرودهایش هم در صورت ادبی و هم در صورت تحقیقی اون رو در خود درج کرده است. در دوران استقلال امتیاز نشریه ملی ادبی صدای شرق گرفتن این نشریه از مهمترین دستاوردهای آن می باشند که با امر پیشوای ملت در سال 2005 و این نشریه تاریخی که با عمر او دیگر نشریه ادبی ما نداریم اعتبار بسیار عالی نشریه ملی ادبی تاجیکستان داده شده است. و البته از پی آن بعضی سرمایه گذاری های هم شده است که وضع این مجله رو تا مدت معین خیلی بهبود بخشیده است و خوشبختانه یکی از حلقه های زرین وصل تمدن ما، تمدن امروزی دوران استقلال ما با دوران پیشین دوران شوروی حفظ شد. تشکر. و خیلی میدانیم در برابر دیگر شعرهای شما یکی از شعری بسیار صمیمی و دلچسب دارید با نام متاع مهر که از جانب سرآیندگان انسامبل دریا سروده شد و خوش پذیرفتند خرد و بزرگ. بیاید از تاریخ آفرینش همین شعر بگویید. سلامت باشید. خیلی باعث افتخار است برای ما هم. این سرود ادامه یک سلسله شعرهایی هست که با عنصرهای هویت ملی بخشیده شدند. و به این موضوع ما پیشتر مراجعت کرده بودیم و در شعر ما با تأسف اظهار داشته بودیم که لباس ملی ما، پوشش ملی ما امروز طوری شده است که با برکردن آن باعث سؤال شبهه ها می شود بعضا در جامعه از طرف مردم که مثلا میگویند یگان مصیبت شده است یا یگان حادثه پیش آمده است، در حالی که در همه فرهنگ بشری پوشش ملی، لباس ملی یکی از عنصرهای مهمترین هویت آن ملت است و در فرهنگنامه ها، در دایره المعارف ها، انسیکلوپدیا ها، دانشنامه ها درباره فرهنگ پوشش هر ملت فصل مخصوص جدا شده است که آن را تصویر و توصیف میکند. بله. و این البته نشان میدهد از اهمیت پوشاک ملی که یک نوع علم دیگر، علم نشانه است. این هم یک نوع پرچم دیگر است. پرچمی که هر فرد آن را در وجود خود میبردارد و با آن کشورش را معرفی میکند. بار دیگر تشکر استاد برایتان که در برنامه ما حضور داشتید و رنگ دیگر بخشیدید. سلامت باشید. استقلال برای تمام شهروندان کشور زندگی شایسته را تقدیم نمود، خاصتا برای بانوان. امروز بانوان ما در تمام سمت‌ها فعالند. یکی ورزشگر است، دیگر مهندس است، سومی راهبر است، چهارمی طبیب است و خاصتا در تمام سمت‌ها آنها سهم می‌گذارند و برای پیشرفت ملت خدمت ارزنده می‌کنند. دوستان عزیز، سالا در استودیو معاون دیرکتور اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
احمدزاده دلنازه حضور دارند که حضور ایشان را به برنامه خیر مقدم میگویم. واقعا هم نور آوردید به برنامه ما. خوش آمدید. جشن استقلال مبارک. و میخواستم درباره فعالیت زنها حرف زنیم، چون شما یک نفر بانو هستید و بیشتر با بانوان سر و کار دارید در اگنتی خدمت دولتی و برای جلب بیشتر بانوان و خدمت دولتی چه برنامه ها روی دست دارید؟ تشکر زیاد. وقتی در اطراف استقلال دولتی یک برنامه بسیار هم جشنی خوب آماده می شود، این نشانه آن است که در جمهوری تاجیکستان البته صلح کامل پایدار است، وحدت ملی، یگانگی، سرجمی، متحدی، اتفاقی است که امروز تمام ساحه‌های حیات دولتی در ظرف 31 سال دوران صاحب استقلالی پر از دستاورد و پیروزی، مظفریت و حتی الکی با تهیه دورنماهای پیشرفت ساحه‌ها امروز موفق هستند. و یکی از مسائل کلیدی که امروز الکی شما مورد توجه قرار دادید این هم باشد توجه به واسطه دولت و حکومت کشور به مسئله دستگیری همیشگی زنان و بانوان در جمهوری تاجیکستان است. باید ذکر داشت که در این مرحله باز به خاطر رشد ساحه مقام با صلاحیت دولتی در ساحه خدمت دولتی 25 ینوری سال 2001 ریاست خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سال 2013 هم با نظرداشت مهمیت مسائل مربوط به خدمتچیان دولتی اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد که امروز همچون یک مکتب آماده‌سازی کادرها در نظام اداره کنی دولتی و رشد ساحه‌ها بخصوص در مقامات محلی حکومت دولتی، مقامات مرکزی و خود اداره کنی شهرک و دهات فعالیت خود را به راه مانده است. و یکی از مسائلی که امروز برای ما مهم است این برابری حقوق‌های زنان و مردان در جامعه است که باید یادآور شویم که هنوز سال 1995 با نظرداشت آنی که سندهای بین المللی نیز در تاجیکستان راتیفیکاسیون یعنی اعتراف برابر ارزش اعتراف کرده می شدند، یعنی کنونسیون اوید به حقوق سیاسی زن را تاجیکستان اعتراف کرد که در آنجا اشتراک زنان را در اداره کنی دولتی تامین کرده بودند، یعنی کفالت داده بودند. یک فرمان تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 1999 به انتشار می رسد. این هم باشد فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن مقام زن در جامعه. و وقتی تحلیل های ساحوی ساحه خدمت دولتی را ما انجام دادیم، خود شهادت آن بود که محض قبول شدن این فرمان زمینه به آن گذاشت که در سطح مقامات های محلی حاکمیت دولتی و مقامات های خود اداره کنی شهرک و دهات که امروز در همچون نهادهای اداره کنی دولتی در سطح جمهوری محسوب می‌یابند، صف زنان و بانوان زیاد گردیده، حتی به حیث راهبری کننده یعنی در سطح معاون این ساختارها مخصوصا زنان انتخاب می‌شدند و این اقدام پیشه کرده باعث گردید که در مرحله های من بعد رشد دولتداری در زمینه قبول شدن باز یک زمره سندهای مهم در ساحه خدمت دولتی خاصه استراتژی اصلاحات سیستم اداره کنی دولتی، قبول گردیدن کنسپسی اصلاحات خدمت دولتی جمهوری تاجیکستان، کنسپسی سیاست کادرهای جمهوری تاجیکستان باعث گردید که به مسئله جلب بانوان و زنان در نظام خدمت دولتی توجه بیشتر کرده شود و در رابطه با این باز قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره عملی گردانی برابر حقوق مردان و زنان در جامعه، در رابطه با این قبول گردیدن استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان و در پیروی این سندهای بی‌نهایت مهم در از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه با توجه مخصوص قبول گردیدن برنامه تربیت انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و بانوان لیاقتمند که مخصوصا این سندها امروز زمینه گذار به آن گردیدند که زنان و بانوان ما در برابر مردان با فعالیت گسترده در تمام ساحه‌های حیات دولتی خاصه در زمینه‌های راهبری کننده و اداره کنی دولتی نیز فعال باشند. تعداد خدمتچیان دولتی در سطح جمهوری 18576 نفر را در مجموع امروز تشکیل می‌کنند. از 18576 نفر خدمتچیان دولتی عملاً فعالیت کننده که وظیفه جانی آنها این اجرای سربلندانه، صداقتمندانه، عهده‌داری منصبی به ذمه‌شان گذاشته شده جهت انجام وکالت و صلاحیت‌هایی که به منفعت پیشرفت دولت و جامعه نگرانیده شده است میباشد. و از این تعدادی که امروز خدمتچیان دولتی فعالیت برده ایستادند توجه دولت
دولت و حکومت کشور که بیشتر به مسئله زنان و جوانان روانه کرده شده است 8952 نفر یا 48.4% تعداد عمومی خدمتچیان دولتی را جوانان و 4442 نفر آنها را که به تعداد اگر فایزی گیریم 23.9% زنان و امروز که جالبیت موضوع در اطراف زنان راهبری کننده می رود 1086 نفر در مجموع این 18.3% در سطح جمهوری هم در مقامات مرکزی حکومت دولتی هم مقامات محلی حکومت دولتی و خود اداره کنی شهرک و دهات یعنی جماعت های شهرک و دهات زنان ما به حیث راهبر فعالیت برده ایستادند. خیلی خسته نباشید. تشکر. درست خیلی کردید. و برای پیشرفت و رشد کسبیت خدمتچیان دولتی چه برنامه‌ها روی دست دارید؟ به خاطر رشد ذخیره‌های انسانی طور امروز اگر تحلیل‌های جهانی و تحلیل‌های محققان رو اگر نظر افکنید در پیشرفت تمام ساحه‌ها در پیشرفت دولت‌ها زمینه اساسی و مسائل کلیدی این رشد ذخیره‌های انسانی است و در جمهوری تاجیکستان با شرافت رشد بی‌میلان دموگرافی امروز رشد ذخیره‌های انسانی کفایت کننده هستند و به خاطر رشد ذخیره‌های انسانی به خاطر تقویت ذخیره‌های انسانی به خاطر آماده کردن کادرهای بلند اختصاصی که نه تنها در جوابگو به طلبات داخل وطنی بلکه البته جوابگو و هم جوابگو و هم رقابت پذیر در بازار مهنت جهانی باید باشند. به این خاطر همکاری‌های گسترده در اساس به امضا رسانیدن یک قطار سندهای بین‌المللی از جمله قراردادهای بین‌المللی، سازشنامه همکاری یا یادداشت‌های تفاهم به راه مانده شدند و امروز خوشبختانه اگنتی خدمت دولتی و قبلا ریاست خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با جمهوری‌های قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیون روسیه یادداشت‌های همکاری اید به ساحه خدمت دولتی با اگنتی خدمت دولتی این دولت‌ها و همزمان با اکادمی اداره کنی این دولت‌ها الکی این سازشنامه و یادداشت و قراردادها را دارد و همزمان باز ما در دایره همکاری متقابلا سودمند یادداشت تفاهم با در یک جایگی با دانشکده اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فوند هم زایدل و همزمان مکتب اداره کنی باواریا که با جمهوری فدراتیو آلمان علاقمند می باشد به امضا رسانیدیم و در برابر این باز با ازبکستان با دولت کره همکاری ها به طور خوبی به راه مانده شدند و شرفمند از آن هستیم که متخصصان آماده شده از حساب خدمتچیان دولتی مطابق تنها برای استانداردهای فعالیت در داخل دولت نه بلکه البته در سطح بین‌المللی آماده شدند که آنها موضوعهای مبرم جامعه امروزه را مربوط به اداره کنی دولتی در سطح بین‌المللی در تحقیقات علمی یعنی بررسی میکنند و برای پیشرفت ساحه ها زمینه گذار هستند و از همه مهم آن است که اینها خدمتچیان دولتی یک ساختار نیستند بلکه ساختارهای مختلف وزارت کشاورزی، وزارت کارهای خارجی مثلا وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی در مجموع مختلف وزارت و اداره های دولتی هستند که برای پیشرفت فعالیت هر یک امروزه نهادهای اداره کنی دولتی موجود بودند و فعالیت متخصصان سطح بین‌المللی مهم ارزیابی کرده میشه. و باور داریم که این خدمتچیان دولتی که در کشورهای مختلف تحصیل میگیرند و عموما آنهایی که عین حال فعالیت کرده ایستادند برای پیشرفت کشور ما باز هم سهم بیشتر میگذارند و کشور ما باز هم به سوی موفقیت‌های بی‌نظیر قدم می‌نهد. خسته نباشید. خوش آمدید به برنامه. و دوستان عزیز یادآور میشم که مهمان ما بودند معاون دیرکتور اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان احمدزاده دلنوزه و برای فراغت و دلخوشی باز هم یک ترانه جذاب پیشنهاد شما می‌گردد که بیان کننده روح و روان استقلال است. شکرانه میکنم من بر خانه و دری خویش شکرانه میکنم من بر حکم سروری خویش شکرانه میکنم من بر خانه و دری خویش شکرانه میکنم من بر حکم سروری خویش
کشور خود سایه خدا هست. گویند شاه کشور خود سایه خدا هست. شکرانه میکنم من بر سایه سری خویش. شکرانه میکنم من بر سایه سری خویش. نازم با سوخت و خطلان بالیده با بدخشان. شکرانه میکنم من با خاکی پر زری خویش. بخش و حصار و رشتم با فیض پر شکوهن. بخش و حصار و رشتم با فیض پر شکوهن. شکرانه میکنم من با ملک و کشوری خویش. شکرانه میکنم من با ملک و کشوری خویش. چی مشکل آید به دوست زندگانی. یاران چی مشکل آید به دوست زندگانی. شکرانه میکنم من با دوست در بری خویش. شکرانه میکنم من با دوست در بری خویش. شکرانه میکنم من بر خانه و دری خویش. بر حکم سروری خویش با دوست در بری خویش. بله، نشانه همین شکرگزاری است، همین آبادی است، همین آزادی است که ما امروز از موفقیت قصه میکنیم، از رشد و نمو میگوییم و با همین وسیله میخواهیم یکم نظر اندازیم به گذشته نچندان دور خود تا اینکه نقشه گذاری کنیم کارهای خود را برای باز هم پیشرفت نمودن. اکنون باشد از ساحه سیاحی حرف خواهیم زد و آمدیم ما نشستیم نزد معاون یکم رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید، جشن مبارک. سلام باشید. اگر ما از ساحه سیاحی حرف بزنیم به شبه گفتن به مورد است که این ساحه بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی دوباره احیا گردید، رشد بی‌میلان نمود و در یک سال اخیر باشد برای باز هم توسعه بخشیدن به این ساحه، برای استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده، برای انکشاف انفراساختار ساحه سیاحی چه کارها از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به سامان رسانیده شده است؟ تشکر. البته ساحه سیاحی امروز از جانب جامعه جهانی همچون یک از ساحه افضلیت‌ناک اعتراف گردیده است و حکومت جمهوری تاجیکستان نیز با در نظر داشتن امکانیت‌های بزرگی تاریخی، فرهنگی و واقعا هم طبیعی به ساحه سیاحی توجه خاص ظاهر نموده ایستاده است و چنانکه شما از دوران روزهای اول صاحب استقلالی کشور خاطرشان نمودید، باید ابراز داریم که حکومت کشور و رهبرت عالی سیاسی کشور به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی از لحظه اول صاحب استقلالی کشور سیاستی در راه گشوده را پیشه کردند و به این وسیله با برگزاری چهاربیانی سطح ملی و بین المللی توانستند که توجه جامعه جهانی را به تاجیکستان همچون یک دولت واقعا هم دارای امکانیت‌های بزرگی سیاحی جلب نموده باشند.
و بعدا باید ابراز دارم که سال 2017 با تشبث نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته رشد صحیحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد و برای پیشرفت فعالیت کمیته یک قطار امتیازها از جانب حکومت پیشنهاد کرده شدند که این هم باشد در نوبت اول برای شرکت‌های صحیحی که بار اول به ساحه وارد میشن 5 سال اول آنها از انداز از فایده و ارزش الوه شده آزاد کرده میشوند. خب تمامی مال و محصولات و تجهیزات تکنیکی که از خارج کشور برای ساختمان اینفراستراکتور صحیحی وارد کرده میشن پورا از بازجویی گمرکی آزاد کرده میشن و همزمان автомاشینایی که برای خدمت رسانی در ساحه صحیحی به تاجیکستان وارد کرده میشن 50% از بازجویی گمرکی آزاد کرده میشن. یک دستگیری بسیار هم بزرگ از جانب حکومت کشور است و در این زمینه در نوبت اول کمیته یک قطار سندهای میاری حقوقی صاحبی رو برای پیشرفت فعالیت تهیه و از جانب حکومت قبول نمود که این هم باشد استراتژی رشد صحیحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و بعدا قانون جمهوری تاجیکستان درباره صحیحی که امروز در دایره این قانون یک قطار سندهای زیر قانونی علاقه تهیه و قبول کرده شدند که امروز علاقه فعالیت ثمرناک ساحه را تنظیم نموده شدند. من می‌خواستم وابسته به یکی از این سندها که درباره ترتیب سرتیفیکاسیون محصولات صحیحی مال و خدمت رسانی فعالیت سوبیکت‌های صحیحی میباشد کمی گفته گذارم. بسیار سند مهم است زیرا در دایره این سند علاقه فعالیت مهمانخانه‌ها سر کرده از همون ما هومستی میگوییم خانه ایست، یعنی در منطقه کوهستان کشور یک نفر ساکن اون محل میتواند که خانه خود را با ترتیب در آورده مهمان رو در اونجا قبول کنه و فایده به دست بیاره. یعنی از همون خانه ایست تا مهمانخانه درجه عالی یعنی 5 ستاره پورا فعالیت این مهمانخانه با تنظیم در آورده میشه، ستاره گذاری کرده میشه، بها گذاری کرده میشه. خب در دوره این سند فعالیت راهبلدها، پیش خدمت ها، خدمت رسانی مهمانخانه ها، ترجمان ها پورا با تنظیم در آورده میشه، یعنی با طلبات های معیارهای امروزی دولتی و سطح بین المللی مطابق گردانده میشن که بسیار نتیجه خوب رو به بار خواهد آورد. زیرا امروز اگر ما فعالیت متخصصان صحیح خدمت رسانی را به سطح ضروری نبراریم، یک نفر مهمانی که از خارج به تاجیکستان وارد میشه در 3 ماه یک نفر خدمت رسان به تاجیکستان بها میدهد. برای همین این سند بسیار سند سری وقتی و ضروری است و باور کامل داریم که با تطبیق این سند بسیار مشکل ها برطرف کرده خواهند شد. و بعدا کمیته برای در نوبت اول برای ترغیب تشویق امکانات‌های صحیحی تاجیکستان بسیار کارها رو به انجام رسانید. پیش از همه ما خریطه صحیحی تاجیکستان رو تهیه و آماده کردیم که پورا امکانات‌های صحیحی تاجیکستان در این خریطه جای داده شده و این خریطه با زبان‌های دولتی و خارجی ترجمه شده با تمامی دوستداران صحیحیت پیشنهاد کرده میشه. در علیحدگی موادهای ترغیباتی و در دوام همین سال 2022 ما در همکاری با کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با شبکه‌های دولتی ما زیاده از 30 رولیکی صحیحی را در موضوع گوناگون از جمله طبابتی، صحیحی طبابتی، شکار، خوب اکولوژی، گاسترونومی و در مجموع دیگر نمودهای صحیحی که بسیار پتانسیل بزرگ تاجیکستان دارد در این نمودها ما تهیه کردیم که علاقه این رولیک‌ها با زبان‌های دولتی و خارجی ترجمه شدند و امروز طریق تلویزیون‌های دولتی و وسایل اخباری عامه و شبکه‌های اجتماعی برای دوستداران سیاحت به تاجیکستان پیشنهاد کرده شده استادم. و باید ابراز داریم که فعالیت سمت دیگری فعالیت کمیته این مناسبت‌های دو جانبه با دولت‌های خارجی می باشد که در این سمت هم یک قطار کار به انجام رسانیده شدند در این دوره و باید ابراز دارم که با زیاده از 12 دولت خارجی ما علاقه سازشنامه و یادداشت‌های تفاهم را در سمت صحیحی به امضا رسانیدیم. یک قطار شرکت‌های صحیحی از دولت‌های خارجی با در یک جایی با نمایندگان واسطه اخباری عمومی کشورها از جمله از فدراسیون روسیه، از قزاقستان، ازبکستان، خب امارات متحده عرب، عربستان سعودی، از آلمان علاقه به تاجیکستان تشریف آوردند و به واسطه ما آنها را به محل‌ها منطقه تاجیکستان سفربر نمودیم واقعا با چشم خود از امکانات‌های صحیحی تاجیکستان دیدن کنند و واقعیت امکانات‌های صحیحی تاجیکستان را در دولت‌های خود رفته معرفی کنند و البته این نتیجه خوب به بار آورده شده است و
آمارهای سیاحی نشان می‌دهند که الکی شماره سیاحان از این دولت‌ها به تاجیکستان زیاد شده است و باور کامل داریم که باز در آینده نیز در این سند ما نتیجه خوب به بار می‌آوریم. تشکر. از روی همکاری‌های براه مانده شده، از روی مهمیت سند و قرار و قانون‌هایی که قبول شده است در این سمت و از روی آن برنامه و خریطه‌ای که تهیه شده است، ما با باوری تام گفته می‌توانیم که در آینده نیز کمیته رشد سیاحی را رشد بی‌میلان، نموی بسیار با وسعت انتظار است، ولی باز هم برای به این هدف رسیدن حتما که برنامه‌ها طرح ریزی می‌شود، دورنما به نقشه گرفته شده است. در این باره چی می‌گویید؟ البته امروز با در نظر داشتن اون امکاناتی که سیاحی که تاجیکستان دارد، ما با این کاری انجام داده خود خانه شده نمی‌توانیم و ما رو کارهای زیاد در پیش است، نقشه‌های زیاد در پیش است و امروز یکی از سمت‌هایی که امروز ما برای آن باید که بیشتر کوشش کنیم، هرچی بیشتر ترغیب تشویق رو بیشتر کردن در کار است. خب در این سمت ما علاقه سایت کمیته و پورتال سیاحی کمیته رو در تحریر نو آماده و پیشکش کردیم که با زبان‌های خارجی ترجمه شده است و همه روزا با امکانیت با زبان‌های دیگر هم ترجمه خواهند شد که یک وسیله مهمی ترغیب امکانات‌های سیاحی تاجیکستان می‌باشد. بله، استفاده برندگانش نیز زیاد میشه. بله البته زیاد میشن و در این زمینه مشکل دیگری که هست این آماده کردن متخصصان خدمترسان در ساحه می باشد. یعنی امروز علاقه در دایره جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، بعدا نقشه چهاربینا به جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، امروز اینفراستراکتور ضروری سیاحی در دلخواه شهر نوحه تاجیکستان علاقه ساخته به استفاده داده شده است. اینفراستراکتور سیاحی، مهمانخانه‌ها، آشخانه‌ها، طربخانه‌ها، مرکزهای خدمترسانی سیاحی امروز برای پیش بردن فعالیت متخصص لازم است. یعنی امروز ما متخصصان رو هم آماده کرده ایستادیم در این سمت. البته ما در یک جایگی با وزارت دارایی داخلدار با دانشگاه سیاحی بین المللی سیاحی علاقه کارهای خوب رو براه ماندیم و یک گروه کاری هم ما از جانب وزارت دارایی تشکیل کردیم که به واسطه امروز در نوبت اول شاهراهایی که تاجیکستان رو عبور میکنن مرکزهای خدمترسانی این سری راهی رو ما پورا از نظر میگذاریم. یعنی گروه کاری علاقه از شهر دوشنبه ترقی وحدت، شهر نوحه نورک، دنغره، واسه کلوب تا شمسی شاهین ما امکانات رو دیدن کردیم و اون نقطه‌های خدمترسانی در سری راه هستن پورا از جانب متخصصین به واسطه داخلدار مورد بررسی قرار داشتن، با آنها راهنمایی کرده شده برای بلند برداشتن صفت خدمترسانی چیکار باید کنند که مهمان رو در سطح بلند قبول و خدمترسانی کنند و همزمان از حساب همین مردمی که خدمترسانی میکنند در سری شهرها ما علاقه کورس‌های کوتاه مدت خدمترسانی رو تشکیل کردیم که این نوعی‌ها همون نفرانی که به این خدمترسانی مشغول علاقه کورس‌ها رو گذاشته ایستادن. این تجربه در ولایت مختار کیسونی بدخشان راه اندازی شد از ناحیه درواز، خوب ناحیه ونج، روشان، اشکاشیم، شهر خارق تا ناحیه مرغاب و رشقلا و بعدا در شهرهای پنجکند، مسجد و خوجند ولایت سوق و منطقه بختر ولایت ختلون علاقه این کورس‌ها راه اندازی شده ایستادن تا ما در نوبت اول متخصصان را آماده کنیم برای خدمترسانی سطحی بلند. تشکر برای معلومات مفید. بسیار سپاسگزاریم که شما نیز در برنامه اشتراک داشتید. جشن مبارک. سلامت باشید. در برابر ساحه سیاحی اینچنین جوانان کشور نیز معرفیگر ملت در عرصه بین المللی هستند. ما می‌بینیم که جوانان نورسان ما در المپیادهای بین المللی شرکت می‌ورزند، با دانش و ملکه و جهانبینی خود تاجیکستان را در میان کشورهای مقتدر جهان معرفی می‌سازند و دوستان عزیز ما به استودیو دعوت کردیم نماینده از مرکز جمهوری دریافت و رشد استعدادهای تاجیکستان یحیی عوضوف و همچنین اشتراکچیانی که به قریبی در المپیادهای بین المللی در کشور بریتانیای کبیر از فن زبان انگلیسی شرکت ورزیدند و سزاوار جاهای بلندترین گشتند. دوشانوف، اعظم جان و همچنین امینه خدای قلاوه و همچنین براتوف محمد جان که من حضور همه شما را به برنامه خیر مقدم میگم. میخواستم در مورد برنامه هایی که جوانان و نورسان را به المپیادهای بین المللی جلب میکند حرف زنیم. ما میدونیم که نتیجه های خیلی بلند نیز اینها دادن در چند سال اخیر. بله درست خیلی نمودید. соҳаи илму маориф дар умум гирем дар сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои калидӣ эълон шудааст ва алалхусус самти дарёфт ва рушди хонандагони боистеъдод меҳвари ин сиёсатро ташкил менамояд.
ҳамин ҳам буд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо қайд намуданд ки ман дар сиёсати худ маорифро дар ҷои аввал мегузорам ва дар ин замина таъкид карда шуд ки кӯдакони болаёқат захираи тиллоии миллат мебошанд. ҷиҳати дарёфт ва рушди хонандагони боистеъдод ва иштироки онҳо дар олимпиадаҳо ва озмунҳои бонуфузи байналмилалию умумиҷаҳонӣ муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июни соли 2015 таҳти рақами 381 қабул шудааст. муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо масъала ва самти дарёфт ва рушди хонандагони боистеъдод ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мактабҳои президентӣ, гимназияи ҷумҳуриявӣ ва литсейҳо барои хонандагони болаёқатро бар дӯш дорад, ки мақсади асосии ин муассисаҳои таълимӣ гӯем ки кор бо хонандагони боистеъдод ва ташаккули тафаккури мантиқии онҳо мебошад. хонандагони тоҷик мунтазам дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳурӣ ва сатҳи байналмилалию умумиҷаҳонӣ иштирок менамоянд ва агар фаъолияти маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳоро ба он назар афканем, пас қайд карда мешавад ки агар аз соли 2012 дар ҷумҳурӣ танҳо як олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ гузаронида мешуд, пас имрӯз бошад бо tashabbusi вазорати маориф ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди олимпиадаҳои фанӣ ба 24 адад расидааст. дар як сол? бале, як сол 24 олимпиадаи фанӣ гузаронида мешавад. ҳамзамон хонандагони тоҷик мунтазам дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок меварзанд. барои мисол аз аввали соли ҷорӣ хонандагони тоҷик дар 27 олимпиадаи байналмилалӣ ва умумиҷаҳонӣ гӯем ки иштирок карда дар умум сазовори 1666 ҷои ифтихорӣ гаштанд ва дар арафаи ҷашнгирии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боиси хушнудист ки хонандагони тоҷик бо як сари баланд парчами Тоҷикистонро дар бритониёи кабир дар донишгоҳи Оксфорди шаҳри Лондон, ки дар он озмуни байналмилалии Tin Eagle аз фани забони англисӣ гузашт, бо як гӯем ки сарбаландӣ парчамро боло бардошта соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гаштанд. чунин олимпиадаҳо бисёр мебошанд ва хонандагони тоҷик мунтазам гӯем дар ин олимпиадаҳо иштирок варзида сарбаландона парчами Тоҷикистонро миёни дигар кишварҳои бонуфуз баланд мебардоранд. хуб, дар мавриди оне ки суол кардем, чӣ барномаҳои ҷалб доред? Чӣ гуна онҳоро ба ҳамин олимпиадаҳо равона мекунед? бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2021 таҳти рақами 113 барномаи давлатии дарёфт ва рушди хонандагони боистеъдод қабул шудааст, ки гӯем ин барномаи давлатӣ як такони ҷиддие дод барои фаъолияти маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар умум. дар давраи амалигардонии барномаи мазкур аллакай 72 маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ташкил шуданд, ки дар тамоми шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ яктогӣ маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо ташкил шуда, онҳо бо хонандагони боистеъдод кор ва фаъолият менамоянд. дар доираи ин барнома маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо и вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нақша дорад ки барои кишварҳои Осиёи миёна олимпиадаи бонуфузро аз дар доираи бозиҳои шоҳмотӣ, яъне ки ман бояд қайд мекардам ки на танҳо олимпиадаҳои фаннӣ, балки олимпиадаҳои зеҳнӣ низ бар гӯем ки дӯши маркази ҷумҳуриявӣ ва дарёфт ва рушди истеъдодҳо вогузор шудааст. яъне ки олимпиада дар соҳаи шоҳмот баргузор мегардад дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ ва олимпиадаи спелинг би ин талаффузи дурусти калимаҳо аз забони англисӣ мебошад. ва дар доираи ин барнома дар нақша аст ки ҷиҳати баргузор намудани олимпиадаи илмии сефана аз фанҳои математика, химия ва физика барои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ҷумҳурии Тоҷикистон мизбонӣ намуда олимпиадаро дар сатҳи баланд гузаронад. ташаккур. ва ҳамин олимпиадае ки охирон баргузор гардид дар Британияи Кабир, воқеан як сару садои зиёд ба бор овард ва воқеан боиси ифтихор буд ки теъдоди зиёди хонандаҳои мо тавонистанд ки дар ин ҷо ҷойҳои намоёнро ишғол кунанд, хосатан ҷойҳои аввалу дуввуми сеюм, ки
انقریب 50% آنها توانستند که در این المپیادا نتیجه خوب به دست بیارن. من میخواستم با بچه‌هایی که در همین المپیادا شرکت ورزیدن صحبت کنم. خب میخواستم از اون حرف زنم که چی تجربه داد و شما از همین المپیادهای بین المللی برای خود چی برداشت میکنید؟ ما همچون یک جوانی دوران صاحب استقلال شکرانه میکنیم که در چنین دولتی آرام و آسوده زندگانی میکنیم و کوشش خود را به خرج میدهیم که تا در المپیادهای بین المللی اشتراک نموده نام تاجیکستان عزیزمان را معرفی نماییم و پرچممان را پرافشان نماییم. من نیز یکی از همان خوانندگان باشم که در المپیادهای بین المللی تینیگل از فن زبان انگلیسی که در بین سنه‌های 31 ایول تا 7 آگوست برگزار شده بود اشتراک نمودم و خوشبختانه سزاوار جای اول گشتم. این به من یک افتخار است که در دولت لندن یعنی بریتانیای کبیر پرچم تاجیکستان را بلند برداشتم و در آینده کوشش می‌نمایم که در باز هم المپیادهای گوناگون بین المللی اشتراک نموده باز هم سزاوار جایهای نمایان گردم. با خوانندگان توصیه می‌دهم تا در المپیادهای گوناگون اشتراک کنند و یک تجربه خوب برای خودشان گیرند و جهان بینیشان را وسیع نمایند. تشکر زیاد. شما؟ سال گذشته من در سه المپیادهای بین المللی از فن شیمی اشتراک کرده و سزاوار جایهای نمایان گشتم. مخصوصا المپیاد ایکو که با نفوذترین المپیاد شیمی در دنیا می باشد. من سزاوار جای سوم گشتم در بین 100 دولت دنیا. چگونه بود همین المپیادایی که شما به خارج کشور می روید با خواننده های مثلا کشورهای گوناگون صحبت میکنید و همین برای شما چی میدهد؟ چی تجربه میگیرید؟ تا چه اندازه برای پیشرفت شما کمک میرسونه؟ جهان بینی همون وسیع می شود. از آنها دانش‌های گوناگون میگیرید. اینتر از همه جرأت شما بیشتر می شود. طول همین سال من به دولت نروژ سفر کرده در المپیادهای با نفوذترین متماتیک که زیاده از 120 دولت جهان اشتراک میکنند سزاوار جای افتخاری شدم. این المپیادهای بین المللی به ما تجربه میدهد که ما بسیار تیاری بینیم و با اشتراکچیان دیگر دولت شنا شده از آنها دانش نو میگیریم. تشکر زیاد و ما باور داریم که باز هم با دانش جهانبینی و تجربه خود برای معرفی تاجیکستان، برای معرفی علم تاجیکستان در عرصه بین المللی سهم میگذارید و ما برای شما برار میخواهیم. بار دیگر خوش آمدید و دوستان عزیز نوبت ساز و نوا رسید و در استودیو ما دعوت کردیم انسامبل دوتار نوازان بخش فرهنگی شهر ترسونزاده را که یک نوای دلنشین برای ما و شما پیشنهاد میکنند. من
شاعر خلقی استاد گرامی قدر کمال نصرالله در یکی از شعرهای وطن دوستانه خود گفتند خاک اگر بر درد درمان است خاک تاجیکستان است. بله، از قدیم در بین مردم ما خاک همچون نماد تازگی آزادگی بود که امروز نیز ما همه این را به نوبت گرفته به برنامه دعوت نمودیم چهره به هر یکی ما آشنا را. کلاوگر نامی استاد فاضل ناصرов. خوش آمدید، خسته نباشید. سلامت باشند و با درود و سلام به جمله مردم تاجیکستان و تماشابینان تلویزیون بسیار پر افتخار و هنگامه‌دار سفینه که این سفینه را ما همچون سفینه فرهنگ و سفینه بهترین روز و روزگار ملت می‌دانیم که همه جنبه‌های فرهنگی آن را همیشه در برنامه خود انعکاس می‌کنند و باز بار دیگر تمام خلق تاجیکستان را با ایدی بسیار پر افتخار استقلالیت بازم تبریک و مبارکباد میگوییم. تشکر میگوییم برایتان، به شما نیز جشن مبارک باشد. امروز انا همین جشن پرتنطنه ما به شما تا چه اندازه الهام بخشیده توانست؟ اولا بسیار تشکر میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان و علل خصوص پرزیدنت کشور محترم جناب عالی امام علی رحمان از برای تمام دستگیری‌هایی که نسبت هنرمندان و رشته‌های گوناگون هنرهای خلقی و مردمی که در تاجیکستان ارز هستی دارند بسیار دستگیری‌ها پیوسته راه اندازی می شود و همگان آگاه از آن هستیم که سال 2018 سال رشدی سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده بود و سالهای 2019-2021 سالهای رشدی دهات سیاحی و هنرهای مردمی بود و این یک بسیار دستگیری بزرگ بود بهره رشد و پیشرفت منطقه‌های دوردستترین تاجیکستان، بهره قبول مهمانان و بلند برداشتن سطح خدمتگزاری برای آنها و اینچنین تمام سعی و کوشش ساختارهای گوییم که کمیته سیاحی حکومت جمهوری تاجیکستان بهره تیار نمودن تمام واسطه هایی که بهره قبول مهمانان همچون مهمانخانه ها و دیگر منطقه های بزرگی خدمت رسانی که در گوشه های گوناگون جمهوری تاجیکستان راه اندازی شدند و در این برابر همیشه پیوسته کاری هنرمندان تاجیکستان، اتفاق هنرمندان تاجیکستان با این کمیته های در بالا ذکر شده در آن بود که ما توانستیم در این سالهایی که تمام هنرمندان از پرداخت اندازه آزاد بودند و یک پیشرفت در رشد و احیای هنرهای گوناگونی که در سطح بسیار گیم که قریب فراموشی رفته بودند این روی کار آمد و اینچنین تحکیم مکتب استاد و شاگرد در تاجیکستان باز هم بهتر شد زیرا که یک امکانیت خوب فراهم آمد تا تمام هنرمندان با دید و نظری خاص بهره و نسل‌های آینده گوییم که تربیت دادن و گذراندن این هنرهای خود یک سهم گرفتند. چنانه که شما در اول قید کردید این خاک یک بسیار قیمت بزرگی معنوی دارد و تمام آن سیاحان هم داخلی هم خارجی که از منطقه‌های گوناگون سیر و سیاحت میکنند همچون یک ارمغان از این محصول دستان ما با خود همچون دستاویز میبرند و این بازگویی کننده گوییم که هنری ملی ماست و دانستن قدری سند و فرهنگ ملت تاجیک است. بله درست است و ما می توانیم گوییم که دوران صاحب استقلالی نه تنها هنر و هنرمندی را رشد داد بلکه دوباره به دل شما زندگی بخشید تا اینکه محبت از نو احیا گردد نسبت به همین کسب، نسبت به همین هنر و چون از موفقیت خود دستاورد خود قصه کردید در آینده شما را چه نقشه های استوار چه نقشه های بزرگ در پیش ایستاده است؟ اولا ما کوشش میکنیم تا از روی اون امکانیت هایی که به ما دست میدهد زیادتر در روی خود کار کرده باشیم تا باز هم اثرهای خوب و دیدن باب برای تمام تماشابینانی که در نمایشگاه ها با ما میخورند تیار کرده باشیم و استاد لایق میگویند که تازه خود ناراضی هم از خود پشیمان نیستم و اون دستاوردهایی که تا امروز داشتیم این
حالا گویم که آخران ایستگاه نیست. بله. ما همیشه کوشش میکنیم که از الهامی آن ادبیات بسیار پرغناوتی که از بزرگان ما میراث مانده است و این بزرگانی هستند که در تمام جهان با اثرهای خود بسیار شناخته شدند، مثل استاد ابو عبدالله رودکی، مثل ابوالقاسم فردوسی، ابو علی ابن سینا، عمر خیام که نسبت کلالگران بسیار سخنهای بزرگ گفته است و چنانه که این حکیم بزرگوار قید میکنند این کوزگران که دست برگل دارند گر عقل و خیرت نیک بدوی بگمارند هرگز نزنند مشت و سیلی و لگد خاکی پدران است نکوش میدارند و استقلالیت ما 31 ساله شد و امید میکنیم که با سعی و کوشش دست جمعانه ما توانیم بازم به پیشرفت‌های از این هم زیادتر نائل گردیم و ما خود را قصددار میدانیم در نزد این وطن بهر آنی که ما هر یک هنرمند، هر یک صاحب کس متخصصی گویم که کامل و ورزیده هنری خود را به جوانان و نسل آینده به طوری باید و شاید انتقال داده تواند. بله. زیرا که دیروز و امروز بسیار یک پیوستگی زیاد دارد و امید میکنیم که آینده ما، آینده این ملت بازم از این هم پیشرفته تر گردد. تشکر، سپاس برایتان، موفقیت. بگذار که یاری شما باشد و با تماشای انا همین آفریده هایی که شما امروز آوردید، ارمغان ها، ما گفته می توانیم که هر یکی از این رمز استقلال است، رمز آبادی است، شکوفایی است. باری دیگر موفقیت، یاری شما بود برای کار. رحمت، تشکر زیاد. حالا به استودیو معاون اولی رئیس کمیته کار با زنان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان غفارزاده نگاره خان را دعوت کردیم و ایشان عین حال در اینجا نشستند که حضور ایشان را نیست. خیر مقدم میگم، خوش آمدید به برنامه. و زنها مورد محوری حکومت کشور هستند و برای آنها تمامی شرایط فراهم آورده شده است. خاصتا طی چند سال اخیر یک برنامه راه اندازی شده است، این هم گرانت های پرزیدنتی است برای خانم ها، برای زن هایی که هنرهای مختلف دارند، به تجارت مشغول هستند. میخواستم راجع به همین موضوع کمی صحبت کنیم. این برنامه چگونه است و چگونه راه اندازی می شود؟ باعث افتخار و سرفرازی ما زنان و بانوان است که طول سالهای صاحب استقلالیت کشور توجه حکومت جمهوری تاجیکستان، خاصتا توجه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به زنان و بانوان زیاد است و طول این سالها با به تصویب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به بلند برداشتن مقام زن در جامعه طول این سالها زیاده از 60 عدد صنعت‌های معیاری و حقوقی به تصویب رسیدند که تمام سمت‌های فعالیت زنان را در تمام سمت‌های مختلف خواجگی خلق در بر می‌گیرد و همچنین از سال 2006 تا این جانب با زنان صاحب کار، با زنان هنرمند گرانت های پرزیدنتی پیشنهاد گردیده ایستادند که سال 2021 28 ینوری سال 2021 قرار نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان درباره گرانت های پرزیدنتی پیشنهاد گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری و رشد صاحبکاری زنان برای سالهای 2021-2025 به تصویب رسید. باید قید کنم که طول این سالها 980 نفر زنان و بانوان صاحبکار و هنرمند صاحب گرانت های پرزیدنتی گردیدند و سال جاری نیز 80 نفر زنان و بانوان صاحبکار و هنرمند صاحب این گرانت ها گردیدند و باید قید کنم که سال جاری مبلغ گرانتی از 2 میلیون سومانی به 2 میلیون و 500 هزار سومانی رسانیده شد. هنگام مانیتورینگ گرانت های پرزیدنتی ما مشاهده کرده ایستاده‌ایم امروز زنان و بانوان تاجیک سربلندانه از عهده فعالیت صاحبکاری برآمده ایستاده‌اند و همه ساله برای رواج و رونق نه فقط هنرهای مردمی بلکه امروز زنان و بانوان ما با رشد صاحبکاری در سمت خواجگی قشلاق، مخصوصا در سمت چرواداری، پرنده پروری، زنبور پروری، در سمت کارکرد محصولات کشاورزی، همچنین تشکیل نمودن گرمخانه ها مشغول هستند. اینچنین آنها با تشکیل نمودن سیخ های دوزندگی،
корхонаҳои хурди саноатӣ, цехҳои қаннодӣ, ҳамчунин ҳатто як нафар зан имрӯз коргоҳи хурд ташкил намудааст барои таъмири муҳаррики автомобилҳо, ки ин худ хоси мардон аст, лекин имрӯз занону бонувони тоҷик нотарсона ба ҳамин кору касби мардона даст зада сарбалонда аз уҳдаи он баромада истодаанд. ин пеш аз ҳама маънои чиро дорад? ин аз бузургиву ғамхориву меҳрубониҳои пешвои миллат нисбати модари тоҷик аст, ки имрӯз имконият додааст, ки модарони тоҷик аз рӯи ҳунари худ соҳибкории худро ба роҳ монда боз ба дигарон низ ҳунаромӯзӣ кунанд, соҳиби даромади иловагӣ гарданд, сатҳи зиндагии худро баланд бардоранд. ва воқеан занҳову хонумҳо бонуҳо умуман барои пешрафти тоҷикистон, барои рушди самтҳои мухталифи тоҷикистон имрӯз саҳми бениҳоят баланд доранд, ки инро оморҳо низ нишон медиҳад ва мо бовар дорем, ки боз ҳам дастгириҳо бештар мешавад ва занҳои дигаре, ки ниёз ба ҳамин грант доранд, онҳо низ фарогир мешаванд. хаста набошед, хуш омадед ба барномаи мо. استقلال تاجیک زنده باد، جشن استقلال تاجیک زنده باد، روز استقلال تاجیک زنده باد، جشن استقلال تاجیک زنده باد. استقلال تاجیک زنده باد، جشن استقلال تاجیک زنده باد، روز استقلال تاجیک زنده باد، جشن استقلال تاجیک زنده باد. استقلال تاجیک زنده باد، جشن
بار دیگر جشن پرشکوه را مبارک میگوییم و ادامه میبخشیم به برنامه خود. یادرس میگردیم که در دوران صاحب استقلال توجه مخصوص روانه گردید به قشر جوان جامعه و محض همین باوری بود که امروزها جوانان فعالانه در تمام ساحه‌ها قریب که استوارانه گام میزنند و ما سه تن از جوانان فعال را دعوت نموده ایم که از همین قشر نمایندگی دارند. یکی از پهلوانان امیدبخش موفق استاد ورزش ابوبکر اکابر و راهبر شعبه مناسبت‌های بین المللی کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شاه خسرو ایوب زاده، اینچنین یک نفر جوان موفق فاروق عمرов که در برابر دانستن یک چند زبان‌ها تحصیل در امریکا و بریتانیای کبیر امروز به حیث دیرکتور تشکیلات غیر تجارتی علمخانه را به عهده دارند فعالیت می‌برند. خوش آمدید میگوییم هر سه شما را و جشن استقلالیت را مبارک میگوییم. بیاید صحبت را شروع کنیم از ورزش، چون شما در روزهای نزدیک در یکی از مسابقه‌های با نفوذ شرکت ورزید و صاحب مدال برنجی گشتید. من ابوبکر اکابر عضو منتخب جودوی تاجیکستان هستم و ورزشکار مکتب مخصوص ذخیره‌های المپی رقم 6 شهر دوشنبه اوید به نمونه‌های گشتین هستم. خوشبختانه در این بازی‌های پنجمین بازی‌های اسلامی همبستگی اسلامی که در شهر کنیای ترکیه برگزار گشت در اینجا اشتراک کرده در وزن 100 کیلوگرم با حریفان خیلی خوب ما روپرو شدیم. این حریف من خیلی حریف نامدار بود که اسلام بازبایف از قزاقستان می باشد و حریف یکمی من این بود و من با اون خیلی قوازمایی خوب نشان دادم و من اون را مغلوب کرده و دور نیم نهایی برآمده و در دور نیم نهایی از حریف ازبکی خود شکست خوردم و برای مدال برنجی رقابت کردم و حریف پاکستانی خود را خیلی قوازمایی خوب نشان دادم و آن را هم مغلوب کردم و خوشبختانه توانستم در بین 56 دولت روی دنیا سزاوار جای سوم گشتم و پرچم تاجیکستان عزیز خودمان را بلند برداشتم و ما میندارگی خود را به پیشوای ملتمان و رئیس شهر رستم امامعلی میرسونه که خیلی دستگیری های زیاد به ورزشکاران تاجیک کرده ایستاده‌اند. تشکر. و عموما از آن مسابقاتی که شما شرکت می‌ورزید و غالب می‌آیید، بعضا گفتید که شکست هم می‌خورید، چی برداشت می‌کنید برای خود؟ ما خیلی خوشحال میشیم وقتی که پرچم تاجیکستان خود را در عرصه بین‌المللی بلند می‌بردونیم و این رو همه ورزشکار معلوم است که ورزشکار هم شکست می‌خورد و هم غالب می‌آید، موفق می‌شود و وقتی که شکست که خوردی کمبودی خود رو رفته از پای کمبودی خود می‌شوی و مشق‌های دست جمعانه با ما لازم می‌شود که با آنها رفته اشتراک کردم مشق‌های دست جمعانه رو زیاد کنیم و در مسابقه‌های من بعد رفته اشتراک کرده در مسابقه چمپیونات جهان و مسابقه المپیکی در سطح بین‌المللی بلند این ورزش ما میباشد. ما می‌خواهیم که در همین مسابقه ها اشتراک کرده و خلهای المپی خود را به دست آورده پرچم تاجیکستان خود را در همین مسابقه های چمپیونات جهان و مسابقه المپی بلند برداریم. بسیار خوب، تشکر میگویم برایتان، البته موفقیت را تمنا میکنیم و امیدواریم که در آینده باز هم نفوذ تاجیکستان را بیشتر و خوبتر در عرصه بین المللی تبلیغ و تشویق مینمایید. خب شاه خسرو ایوب زاده، شما که امروز همچون راهبر شعبه مناسبت‌های بین المللی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت دارید، درباره همکاری‌های همین ساحه یعنی همین جبهه چی گفته میتوانید؟ یعنی آن نفران، آن جوانانی که امروزها در خارج کشور تحصیل میکنند، چگونه همکاری ها با آنان گذاشته شده است و به راه مانده شده است؟ ما نسل جوان زاده این سرزمین بهشت آسا در فضای صلح و وحدت و یکدلی مردم شریف تاجیکستان زیر غمخواری های و هدایت های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای جوانان تمام شرایط ها امروز ها فراهم آورده شده است. تمام شرایط ها و امکانیت ها فراهم آورده شده است که امروز جوانان رشد کنند، علم بیاموزند و برای رشد شخصیت خود سعی و کوشش کنند. البته که به عوض این غمخواری ها ما جوانان باید علم های معاصر را از خود کنیم، تکنولوژی های نو را از خود کنیم و برای گلگل شکوفانی تاجیکستان عزیز باز سهم با سزای گذاریم.
امروزها با دستگیری های حکومت کشور در خارج کشور زیاده از 40,000 جوانان تاجیک در بانفوذترین دانشگاه های عالم تحصیل علم نموده ایستادند که این بار دیگر شهادت از آن می‌دهد که برای جوانان تاجیک امروزها هم در داخل و هم در خارج شرایط ها فراهم آورده شدند و از جوانان تنها سعی و کوشش و علم آموزی به بر می‌آید. استیپندیای بین‌المللی درخشندگان که از حساب فوند مخصوصی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبلغ‌گذاری می‌شود و از حساب بورسیه‌های بین حکومتی و از حساب بورسیه‌هایی که توسط سازش‌نمای بین حکومتی برای جوانان جدا کرده شدند. خیلی گفتیم جوانان تاجیک امروزها در خارج کشور در بانفوذترین دانشگاه‌ها تحصیل نموده ایستادند. مقصد و هدف‌های محفل این متحدگردانی جوانان در خارج کشور تحصیل داشته، دستگیری آنها در مکانی بود و باشد و معرفی فرهنگ کهن تاجیکان در مکان تحصیل آنها می باشد که توسط برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی و عمومی و ورزشی جوانان تاجیک امروز نه فقط تحصیل علم آموختن دانش‌های زمانوی بلکه باز در چاره‌بینی‌ها اشتراک می‌کنند و معرفیگری تاجیکستان عزیز هستند. بخشیده به روز بین المللی جوانان انجمن محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته برگزار کرده می شود که ما جوانان فعال خود را از خارج کشور به تاجیکستان دعوت میکنیم و برای آنها مدت یک چند روز یک لگر استراحتی برگزار میکنیم که در آن لگر سمینار و ترینینگ ها برای آنها برگزار کرده می شود و در آنجا جوانان پیشنهادهای خود را لایحه‌های خود را برای کمیته کار با جوانان و ورزش برای وزارت اداره پیشنهاد میکنند و ضمناً ما این لایحه‌ها را دستگیری کرده وقتی که جوانان باز به مکان تحصیل برمیگردند در یک جایگی این لایحه‌ها را عملی می‌نماییم. تشکر برای معلومات صحیح، معلومات پوره. و سوال نوبتی من به شما فاروق عمرов همین گونه است. شما همچون یک نفری برخوردار از دستگیری های حکومت کشور امروزها چی گفته میتوانید در بابت آن که امکانیت های فراهم آورده شده است خیلی در بالا قید شد بهره جوانان تا اینکه پیش بروند تحصیل نمایند در خارج کشور و داننده یک چند زبان ها باشند و مثل شما؟ تشکر زیاد. البته که دوره استقلالیت این با ما یک امکانیت بزرگ داد که در بسیار دولت‌های دنیا رفته تحصیل کرده بیایم. مثلا من خودم در چخیل که گفته در ایالات متحده آمریکا و در بریتانیا کبیر در دانشگاه اکسفورد ختم کرده به وطن برگشتم. در این باره گفتنی هم که دوره استقلالیت این یک دوره آزادی است برای سازندگی. در این دوره به ما تمام امکانیت ها فراهم کرده شدند برای یک غایه و یا برای یک کاری خود را پیش بردن، برای یک فایده خود را به جمعیت رسانیدن. از این باره ما برخوردار هستیم که حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار دستگیری های بی‌نظیر هم دارد به مانند دستگیری جوانان در صاحبکاری، دستگیری جوانان در علم و تکنولوژی، به مانند مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان که در چند شهر و ناحیه های دولتمان الکی کشاده شده است و به مانند فوند جمعیتی رشد صنعت و اینواسیون در جمهوری تاجیکستان و به مانند یک چند دیگر لایحه و دستگیری هایی که از طرف حکومت ما دیده ایستادیم به مانند خودی اکسلراتور ملک‌های خودمان، اکسلراتور ملک‌های علمخانه و دیگر مرکزهایی که امکانیت میدهند به جوانان که علم و تکنولوژی نو و علم و تکنولوژی دقیق رو آموزند. تشکر. و شما همچون یک جوان صاحب نظر در بابت کسب و کار چه اندیشه دارید؟ یعنی جوانان امروزها بیشتر به کدام کسب و کار روی آورند تا اینکه در 10 ساله در پیش ایستاده طلبات نسبت به همان هنر، نسبت به همان کسب بیشتر میگردد؟ چی توصیه میدهید؟ اولا توصیه من در همون میشد که جوانان باید که زبانهای خارجی رو بیاموزند، برای که دونستن زبانهای خارجی درها رو برای ما باز میکند. در کجایی که نباشیم میتونیم با مردمی آنجا صحبت کرده، از طریق اینترنت هم باشد یک معلوماتی در کاریمون رو دسترس کنیم. و
дуюмаш ин як чизе ки мо бо тавассути ташкилоти худамон бо илмхона пеш бурдани ҳастем ин омӯзонидани технологияи нав. Маслиҳати ман ба он мешуд ки ҷавонон бояд ки аҳамияти худро бисёртар ба илму технологияи нав, илму технологияи дақиқ бояд диҳанд. агар дар бозори корӣ нигаҳ кунем, ҳам дар бозори кории ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар бозори кории тамоми дунё ҷои кор барои талабот ба кадрҳои техникӣ, кадрҳое ки дар соҳаи технология пешрафта ҳастанд, бисёр зиёд аст. Ва мо то айни ҳол зиёда 100 нафарро бо ҷои кор таъмин намудем дар худи ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва лекин 100 нафар ин басанда нест. 100 нафар кофӣ нест ки талаботи дунёро, талаботи ақаллан ҷумҳурии Тоҷикистонро пӯшонем. Барои ҳамонам гуфтаниам ки бояд ки ҷавонон бисёртар ба омӯзиши илму технологияи нав рӯ биёранд, барое ки технология ин оянда не, аллакай ин имрӯз аст. Дар баъзе ҷойҳо аллакай ин дирӯз аст. Барои мо мехоҳем ки Тоҷикистон ба ҳайси як давлати, як ватани мардуми кадрҳои техникӣ, кадрҳои баландихтисоси техникӣ дар тамоми дунё муаррифӣ шаванд. ва ҷавонон низ бояд ҳамқадами замон бошанд. албатта. ташаккур барои иштирок дар барномаи мо ки ранги дигар бахшидед. барои ҳар яки шумо муваффақият ва дастовардҳои беназирро таманно мекунем. таваллуди Фаридун ба хонадонашон хушбахтии зиёд овард, зеро вақте ӯ таваллуд гардид, ҳукумати кишвар ба волидайни ӯ хона тӯҳфа карданд. зеро ӯ бо таваллудаш аҳолии Тоҷикистонро ба 7 миллион расонид ва тақдири Сумайя низ ҳамин гуна аст. вақте ки ӯ таваллуд шуд, аҳолии Тоҷикистон ба 8 миллион расид. ва дӯстони азиз, чанди қабл Фирдавсӣ ба дунё омад. Фирдавсӣ низ бо таваллудаш аҳолии кишварро ба 10 миллион расонид ва мо онҳоро ба студия даъват кардем. айни ҳол бо волидони худ дар ин ҷо нишастанд ва хушомадед мегӯем шуморо. хуш омадед. хуб, чӣ гуна аст саломатиаш? саломатиаш беҳтарист. хуб, дар хонаи нав дигар пои қадамаш бисёр хушҳолӣ овард барои шумо. албатта. хуб, шумо бовар доштед ки фарзанди шумо бо таваллудаш аҳолии Тоҷикистонро ба 10 миллион мерасонад? мо аввали бовар надоштем ки хай ба 10 миллион мерасад. ки ба мо хабар доданд ки шумо фарзанди шумо ба 10 миллион. ин аҷиб буд барои шумо воқеан? бале. ин фарзанди аввалини шумо аст? бале, фарзанди аввалини мо. Фирдавсӣ номашро ки интихоб кард? Фирдавсӣ худамон. худатон интихоб кардед ва ба хотире гузоштед ки мисли Фирдавсӣ як шахсияти арзандаву шинохтаву машҳур гардад? бале. хуб, ташаккури зиёд. Фаридун, шумо дар синфи 10 аллакай таҳсил мекунед? бале, ман дар синфи 10 таҳсил мекунам. хуб, дарсҳо чӣ гуна аст? хуб аст. шумо бештар ба кадом фанҳо шавқ доред? ба фанҳои математика ва масалан бо фанҳои адабиёт бисёртар шавқ дорам. ба фикрам шуморо дӯстонатон бо шӯхӣ 7 миллиона низ мегӯянд? бале, кам мегӯям. шумо хафа намешавед? не, чаро ман аз ҳамин достонро шумо кай фаҳмидед? вақте ки бузургтар шудед ба шумо чӣ гуна қисса карданд ки шумо бо таваллудатон аҳолии Тоҷикистонро ба 7 миллион расонидед? бисёртар модарам гуфтанд ки шумо ба ҳам хел шудед. барои шумо аҷиб буд? ташаккур, хаста набошед. Сумайя дар синфи чанд таҳсил мекунад? Сумайя дар синфи 3 дар мактаби 92 мехонад. достонаш чӣ гуна буд? Ба шумо ки хабар расонид ки вақте Сумайя таваллуд шуд, шумо аллакай аҳолии Тоҷикистонро ба 8 миллион расонидед ва ин хабар чӣ гуна буд барои шумо? мо дар фикрамон набуда ҳамин чиз. тасаввур надоштед? хабар карданд ки ҳамхел фарзанди шумо 8 миллион наи ҳамин шаъбаи Тоҷикистон шуданд. ҳоло чанд сол дорад Сумайя? ҳозир Сумайя 10 сола мешавад. 10 сола мешавад. 10 сол пеш аҳолии Тоҷикистон ба 8 миллион расид. аҷиб. ва куҷо таҳсил мекунад, дар кадом мактаб? синфи 3 мехонад дар мактаби 92. чӣ гуна аст донишаш? умуман донишаш наз мехонад, ҳаракат мекунад. ва бо ин ҳам шӯхӣ мекунанд дӯстонаш? ина ҳама ҳамсоя хеш табор ҳама хел ном мегирам. Сумайя намегӯянд дар фикрам? номаш фақат 8 миллиона. аҷиб. ва воқеан ҳам боиси ифтихор бояд бошад ки як нафар масалан 8 миллион аҳолии Тоҷикистонро ба 8 миллион расид. Сумайя, дарсҳо чӣ хел аст? зос. бештар кадом фанҳоро дӯст медорӣ? математикаро. калон шавӣ чӣ шудан мехоҳӣ? дӯзанда.
دوزنده؟ تو ماتماتیکا را دوست می‌داری می‌خوای دوزنده شوی؟ آفرین، خسته نباشید. خب من برای شما برار می‌خواهم واقعا عائله‌های سالم و نورسانی سالم که باور است با دانش و ملکه و جهانبینی خود میتوانند تاجیکستان را باز هم برای پیشرفتش سهم گذارند. من شما را خوش آمدید میگویم و باور داریم که فردوسی جان نیز بزرگ می شود و یک نفر برومند و شناخته کشور می گردد. تشکر زیاد، بار دیگر خوش آمدید و دوستان عزیز برای فراغت باز هم یک ترانه جذاب در وصف تاجیکستان پیشنهاد می شود از جانب عزیز جان ایگم بگید. بیهوده نیست که میگویند استقلالیت نعمتی بی‌بهاست، زیرا وقتی ما استقلالیت داریم شادی و سرور داریم، بزم و طرب داریم و می توانیم پیوسته ساعتها درباره موفقیت و دستاورد قصه نماییم. خوش آمدید استاد گرامی. اینجا دوستان قید می نماییم که حالا ما از فرهنگ، مدنیت، صنعت، پیشروی انا همین ساحه صحبت خواهیم راست با سردار ریاست طب و نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید. سلامت باشین. جشن مبارکتان باشد. سلامت باشین. برای همه دوستان ما، برای همه هموطنان ما جشن استقلال، جشن ملی ما مبارک باد.
تشکر و خیلی میدونیم سال 1944 در نزد حکومت جمهوری ریاست صنعت تشکیل کرده می شود که در آن دور به عهده داشتند سرداری این ریاست را استاد میرزا ترسونزاده که شاعری جوان بودند و با گذشت وقت با در نظر داشت وظیفه و مهمیت و موقع این ریاست آن به وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تبدیل یافت و در دوران استقلالیت باشد به رشد به میلان نایل گردید که ما همه روزه پیوسته این را میبینیم و تشویق و تبلیغ مینماییم. بیاید از دستاوردهای دوران استقلالیت وزارت فرهنگ قصه میکردید برای ما، برای بینندگان. بله، واقعا در طول تاریخ ما وقتی ما نگاه میکنیم به دولت داریمون و به فرهنگمون، دولت و فرهنگ همیشه در پناه یکدیگر بودند. دولت فرهنگ ما را حفظ کرده است و فرهنگ دولت ما را، همچنین ملت. از زمان سامانیان، از زمانی که 1100 سال قبل ما دولت ملی بنیاد کردیم و استاد ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی پدر شعر تاجیکی فارسی شعر یعنی ادبیات را همچون عنصر بنیادی فرهنگ می‌نهادند، به فرهنگ تشویق میکردند که هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه. و در امتداد این 1000 ساله ملت ما همیشه محافظ و نگهدار فرهنگ بود و همین فرهنگ بود که ملت ما را در طول این تاریخ از گزند نابودشوی، از هر گونه گزند دیگر نگه داشت. و امروز در زمان استقلال، در زمان دولت نوین تاجیکان که پایه های اصلی آن بنیاد یافت و اکنون در حال رشد و ترقی و تحکیم هست، باز هم همین فرهنگ است که برای ما هویت میسازد، هویت ملی میسازد، چهره ملی تاجیکان رو در عرصه بین المللی معرفی میکند. و البته در طول این سالها، طول 31 سالی که ما به استقلال رسیدیم، نقش فرهنگ خیلی مؤثر بود و ما در این زمان که حکومت تاجیکستان خصوصا در سیاست سازنده پیشوای معظم ملت فرهنگ همچون یک سمت افضلیتناک تعیین گردید، فرهنگ جایگاه خاصه خود را دارد و ما توانستیم در این مدت بیش از 30 سال 6 مقام همچون میراث فرهنگ غیر مادی، خب فلک همچون میراث فرهنگ غیر مادی در فهرست آثار غیر مادی یونسکو ثبت گردید و این به شک از دستاوردهای مهم ساحه فرهنگ در عرصه بین المللی بود. همچنین در ساحه طبع و نشر که من بیشتر در این ساحه کار میکنم و فعالیت پیش میبرم، با دستگیری به واسطه سروری معظم دولت همون 50 جلده آثار ادبیات کلاسیکی و معاصر ما در همین آغاز امسال پورا نشر گردید و در آن آثار بیش از 100 نفر شاعران نویسندگان ما جمع آوری گردید که هر کدام هر جلد با تعداد 5000 نسخه به دست خوانندگان ما رسید. همچنین ما انسیکلوپدی ملی خود را از نو بازنویسی کردیم و جلد 9 آن از نشر برآمد و جلدهای 10 و 11 الکی آماده نشر است. فرهنگ دانشنامه فرهنگ تاجیکی، یعنی بهترین کتاب‌هایی را که برای هویت سازی برای ملت ما در دوران تحکیم استقلال لازم بود، دولت و حکومت تاجیکستان تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت شرایط فراهم آوردند و بارها و بارها از فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبلغ‌ها جدا گردید و این کتاب‌ها در شکل خیلی زیبا با صفت جوگو به طلبات معاصر نشر گردیدند و دسترس خوانندگان گردیدند. این آزمون‌هایی که امروز میان کودکان و نورسان و جوانان و عموما قشر کتابخوان دایره می‌گردد، فروغ صبح دانای کتاب است. ببینید چقدر شخصیت‌های تازه را از میان کودکان، از متن ملت، از بطن ملت برای ما کشف کردند که اینها در آینده همشون
برای رشد فرهنگ ما خدمت میکنند. و ما گفته میتوانیم که فرهنگ پایه استوار دولت و دولتداری است و به واسطه دورنمای وزارت فرهنگ نیز بر آن نگرانیده شده است که هرچی بیشتر و خوبتر در بین مردم صنعت مدنیت پیش برود و برخورد کند. البته نقش گذاری نیز کرده شده است این دورنما. واقعا وابسته به فرهنگ یک نکته دیگر هم اشاره کنم. ببینید در تعریف فرهنگ امروز وابسته به ماهیت آن ما در 4 کلمه بهترین تعریف فرهنگ رو از پرزیدنت محترم امام علی رحمان داریم که میگن فرهنگ هستی ملت است. یعنی اون چیزی که ملت و فرهنگ رو به هم میپیوندند همین هستی دو جانبه آن است که از ملت فرهنگ و از فرهنگ ملت هستی مییابد. و در مورد برنامه در ساحه طبع و نشر و خوشبختانه امسال 1 مارس از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرده شد که با آن برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های طبع و نشر برای سالهای 2022-2026 قبول کرده شد و این برنامه یک برنامه راهبرده هست که برای رشد دادن ساحه طبع و نشر در تاجیکستان زمینه‌های مساعد را فراهم می‌آورد و چاره‌های ضروری را در این برنامه اندیشیده شده است و روی کار گرفته می‌شود. اطمینان داریم که در آینده این سمت باز هم به قله‌های بلندی ترقیات خود میرسد و مردم ما را طلبات مردم ما را دایر به این قانع میگرداند. تشکر، موفقیت را به شما تمنا میکنیم. سلامت باشید. و دوستان یادرس میشویم که حالا صحبت خوبی داشتیم اطراف فرهنگ مطبوعات با سردار ریاست طبع و نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان رحمان علی شیرعلیев. خوش آمدید. سلامت باشید. برای شادیم رقص آفریدن نوایی جکونه
ادبیات ما نیز در زمان استقلال بیان کننده هویت ملی و تاریخی ما بود. طبیعی است که استقلال به هر ادیب کشور روحیه آزادی بخشید و دوستان عزیز در استودیو یک نفر ادیب شناخته کشور معلمه عزیز گلچهره محمدی زاده را دعوت کردیم که حضور ایشان را خیر مقدم میگیم. خوش آمدید. بخیرم نور و صفا آوردید و چنانکه که گفتیم استقلال به هر فرد آزادی میدهد، خاصتا به ادیبان که بیان کننده همین زمان و دور هستند. برای شما همچون یک ادیب همین دوره، همین زمان و خاصتا زمان استقلالیت چی بخشید؟ استقلالیت این ذره های خاک کوهساران، قطره های آب چشم ساران، شعله های خورشید تابان، ققره های کوگ دشتان، خنده بی آلایش طفلان، بوسه های گرم مادران. استقلالیت این وطن آباد، کشور آزاد و مردم سربلند آن می باشد. ما می دونیم که از تاریخ گواه است که 1000 سال سکوتی دولتداری سامانیان فعالیت نمی کرد و در عصر 20 با هدایت شخصانی که می خواستند تاجیکان در دنیا تاجدار بودنشان رو معرفی کنند، ما استقلالیت سیاسی به دست آوردیم. محض با شرافت سیاست عادلانه، عاقلانه، دوربینانه و تندوستانه، میهن پرورانه سرور دولتمون پیشوای معظم ملت توانستند با زبان شیرین، ناب و شاعرانه تاجیکی در منبرهای بلندترین دنیا برآمد کرده، مسئله رانی کردند، مسئله هایشان را گذراندند و امروز زیاده از 150 دولت کشور تاجیکستان عزیز ما رو میشناسند، اعتراف میکنند، احترام میکنند، اعتقاد دارند. ما در عرفه عید استقلال قرار داریم و امروز در تمام گوشه و کنار جمهوری همون قبای ادانه است. هر یک ساکن دیار کوشش میکند که به این جشن یک دستاویز، یک ارمغان، یک هدیه داشته باشد. من هم همچون ادیب که در دوران استقلال زیاده 25 کتابم چاپ شد، میخواهم به واسطه حکایه، قصه، رمان در ضمیر دل نسل نورس تخم مهر محبت کنم. محبت به وطن، محبت به سروری وطن، محبت به والدین، به مقدساتی که ما داریم. و ما میدونیم که محض این هدایت ها بود که این استقلالیتی که ما به دست آوردیم آسان نبود و در یک مدت کوتاه باز همان گریزه ها رو برگردانده آوردن. صدها دبستان و کودکستان و بیمارستان ساخته به استفاده دادن. صدها کیلومتر راههای جوابگو به استانداردهای جهانی ساختن. نابهای زیادی خرد و بزرگ ساخته، بنیاد کرده، برای خلق خود پیشنهاد کردن. این البته همون سیاست عادلانه هست و من همچون یک ایجادکار وقتی که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از این حکمان بودم، به یک خلاصه آمدم که بچه های ما نیاز دارن به کتاب های بچگانه. من اول برای کلانسالان می نوشتم و وقتی که سرور دولت هم در برآمدهایشان تاکید میکردن که ما که آینده از فرزندان ما از بچه هاست، به بچه ها باید دقت دیم و اثرهای آفریم که تربیوی باشد. و من نیز کوشیدم در مدت همین در مدت یک چند سال اخیر به بچه ها اثرها نویسم و باز هم سرور دولت همون تاکید میکنن که بچه های ما باید زباندان باشند. فقط با اون خاطری که زباندان شوند بسیار خواندنشان لازم. در عرفه عید به بچه ها چون دیگران من هم ارمغان دارم، همین کتابی که توی درویش است با زبان روسی، با زبان انگلیسی چاپ شد و البته بچه وقتی که اول تاجیکی رو میخواند و بعد روسی و انگلیسی رو در دانش، سطح دانش او باز زیادتر میگردد.
واقعا و باور داریم که با خواندن این داستان ها، با خواندن این قصه و حکایه های شما بچه های ما باز هم دانششان جهانبینیشان بیشتر می شود و آنها آینده ملت هستند. خسته نباشید، از حضور شما باز هم بسیار شاد هستیم و خوش آمدید میگیم شما را. امیدوار هستیم که در استقلال های دیگر، در جشن های دیگر در سر این سفره میشینیم و با شما صحبت میکنیم. خوش آمدید. سلام. که آباد است استقلال ما، نخل شمشاد است استقلال ما، صد قفس بشکست و در پرواز شد، مرغ آزاد است استقلال ما، استقلال ما، استقلال ما، مرغ آزاد است استقلال ما، استقلال ما، استقلال ما، مرغ آزاد است استقلال ما. باید از دل سجده شکرانه کرد، کعبه یاد است استقلال ما، در بلادی سرنوشت تاجدار، قصر بنیاد است استقلال ما، استقلال ما، استقلال ما، قصر بنیاد است استقلال ما، استقلال ما، استقلال ما، قصر بنیاد است استقلال ما. در زمین کشوری آزادگان راهی امداد است استقلال ما، فخر از میراث سامان میکنیم، مال اجداد است استقلال ما، استقلال ما، استقلال ما، مال اجداد است استقلال ما، استقلال ما، استقلال ما، مال اجداد است استقلال ما. باد نومیدی به دیگر کوی رفت، صد هر باد است استقلال ما، در کمال خودشناسی تا ابد، یمن افراد است استقلال ما، استقلال ما، استقلال ما، یمن افراد است استقلال ما، استقلال ما، استقلال ما، یمن افراد است استقلال ما. در خطی پیراهی امیدها نقش ایجاد است استقلال ما، در امان باشیم از چشمی حسود، بس خدا داد است استقلال ما، استقلال ما، استقلال ما، مرغ آزاد است استقلال ما، استقلال ما، استقلال ما، راه امداد است استقلال ما، مال اجداد است استقلال ما، بس خدا داد است استقلال ما. استقلال ما در همین سرجمعی و تنتنه، در کوزه نیمساخته کوزگر، در تصویر ناپوره مصور، در شعرهای تازه ایجاد شاعران و در نوشته های تازه ایجاد نویسنده ها، در خنده کودکان و شادی پیران هویداست. بله، استقلال ما در سخنهای هنوز ناگفته، در محبت نهفته و در نفس هنوز ناکشیده ما نیز هست. یعنی استقلال در آینده درخشان ما، در دل مردم سربلند و تازهکار ما همچون گل نورسته خرم خواهد شد. جشن استقلال مبارک!